درود بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخواجه با شما هستم. عزیزان، قبل از تفصیلات خبر و گزارشات توجه کنید به سرخط موضوع امروز 9 مارت. در حالی که روسیه از پیشنهاد سبوکی ها به مهاجران صحبت میکند، از کرامت شریپوف طلب شده است که 500 میلیون روبل را برگرداند. مرحمت، ما برمیگردونیم، شما هم برگردونید. 25 سال حیات من رو برگردونید. عبدالله و اشرف غنی سوگند پرزیدنتی یاد کردند و مردم افغان میگویند در انتظار صلحند. ما میخوایم که اگر امی دولت امروی طالبان امروی دولت که یک تفاهم به میان بیارن، ما خواهان صلح آشتییم، دیگه خواهان جنگ نیستیم. ما جنگ خسته شدگیم. و در ایتالیا 16 میلیون نفر در کرانتین به سر میبرند. شماره فوتیدگان از کرونا ویروس در این کشور افزایش می‌یابد. روسیه یک زینه دریافت شهروندیش را برای خارجی ها از بین بردنی است که جریان دریافت شهروندی این کشور را آسان میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امر داد که اجازت برای حق اقامت موقت و یا RVP بکار کرده شود. هر سال هزارها مهاجر کره تاجیک در روسیه شهروندی این کشور را میپذیرند و مقیم این کشور میشوند. همکارم عبدالله اشورов این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. و نخست بگو که این امر پوتین کی صادر شده است و آیا معلوم است که کی در عمل اجرا می شود؟ سلام شهلا. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امر داده است تا اجازت برای حق اقامت موقت و یا RVP را کاملا از بین برند و به مهاجرانی که میخواهند در روسیه زندگی کنند یک باره حق اقامت دائمی و یا وید نژیتلستو و به دنبال آن با ترتیب ساده شهروندی روسیه را بدهند. تا کنون مهاجران مجبور بودند اول RVP بگیرند و فقط بعدی چند سال آن برای اقامت دائمی و یا سند وید نژیتلستو درخواست بدهند. متن کامل این دستور در سامانه رسمی کرملین روز 6 مارت به نشر رسیده است و از این متن برمی‌آید که این تغییرات در قانون باید تا سال 2021 عملی شوند. عبدالله، انگیزه از بین بردن RVP و ساده‌تر کردن جریان دادن شهروندی روسیه در چیست؟ شالا در متن دستورهای پوتین گفته می شود که برخی از مهاجران به خاطر رها شدن از سندهای مهاجرت از قبیل پتنت RVP می گیرند و در اصل هدفشان مهاجرت موقتی کاری است. گفته می شود RVP برای آنهایی که شهروندی روسیه گرفتنیان یک مانع ناضروری بیوروکراتی است. ظاهرا روسیه در پسمنظر وضع ناگوار دموگرافی و کمبود نیروی کاری میخواهد از حساب کشورهای پساشوروی از جمله شهروندان تاجیکستان شماره شهروندان خود را و همچنان نیروی کاری را در داخل کشورش بیشتر کند. فهمو عبدالله، اما برای حکومت تاجیکستان چنین اقدام کرملین چه پیامدی داشته میتواند؟ تاجیکستان تا کنون دعوت‌های کرملین برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمانی زیر نظرش را نپذیرفته است. اکنون دیده می شود که کرملین از راه دیگر شهروندان تاجیکستان را به خود مایل می کند. یک پیامد ناگوار این است که وقتی هر چی بیشتر ساکنان تاجیکستان شهروندی روسیه را میپذیرند، آنها با اهل عائله به روسیه میکوچند و البته کمتر به تاجیکستان پول میفرستند. دوم، فرار مغزها و یا روند کوچش متخصصان از تاجیکستان به روسیه باز هم اوج میگیرد و کارشناس همصحبت ما میداند که چرا. این وید نجیس و آنها را از اخراج کنی اول، دوم از پرداخت گرانبهای پتنت خلاص میکند. ولی یک چیز رو باید به نظر گرفتن در کار که در صورت داشتن اجازت حق اقامت دائمی در برابر شهروندان روسیه باید که انداز پرداخت کنید و قسم زیادی این انداز را خودی کارفرما پرداخت میکند. بنابر نتایج نفوس شماری سال 2010 در روسیه بیش از 250,000 نفر تاجیک تباران دائمی زندگی میکنند. اما در این مدت شمار آنهایی که شهروندی روسیه را پذیرفتند به مراتب بیشتر شد. بنابر اطلاع آخرانی رسمی از روسیه، تنها در سال 2018 بیش از 35,000 نفر تاجیکستانیان شهروندی روسیه را پذیرفتند. میان تاجیکستان و روسیه سازشنامه دو شهروندی عمل میکند و تاجیکان بدون دست کشیدن از شهروندی خود حق دارند شهروندی روسیه شوند. سپاس عبدالله عزیز برای معلومات مفصل. تشکر.
روسیه در حال با فکر سبوکی‌های نو با مهاجران شد که مقامات این کشور یک نفری را که سالهای طولانی در خدمت این دولت بود از همه امتیازها محروم کرد. مقامات روسیه از کرامت شریپوف، یکی از حامیان معروف حقوق مهاجران توجیه خواستند بیش از 9 میلیون روبل نفقه در 2 سال اخیر گرفته‌اش را برگرداند. کرامت شریپوف که سال 2017 با گناه رعایت نکردن قانون‌های مهاجرت روسیه به تاجیکستان اخراج شد، میگوید که این طلب اساس ندارد. همکاران ما در دوشنبه و پراگ این مسئله را پیگیری کردند و جزئیات را میرزانبی خالقزاد توضیح می‌دهد. کرامت شریپوف که بعد محروم شدن از حق شهروندی روسیه در دوشنبه زندگی می‌کنند میگوید نامه با طلب برگردانیدن نفقه به دست همسرش در مسکو رسیده است. و گفت طلب کمیساریات نظامی روسیه غیر قانونی است چون که 25 سال در صف ارتش این کشور خدمت کرده است و با گرفتن معاش بازنشستگی حق دارد. قانون سال 1993 قبول کرده شده است که سابق دولت روس جوابگری تمام وزینهای امروزه در دولت بعد از دولت شوروی هست. اساسی در این پونکت است که در گرداندن نفقه شخصانی که در قوای مسلح دولت‌های اسنگ خدمت کرده و دولت تاجیکستان دولت اسنگ حساب می‌خورد. نسخه نامه در اختیار رادیوی آزادی هست و در آن ذکر می شود که کرامت شریپوف نفقه در سالهای 2018 و 2019 گرفته‌اش را اختیاری برگرداند. ما برای شرح قضیه به مرکز حفظ اجتماعی کمیساریات حربی ولایت مسکو تماس گرفتیم و در این نهاد به ما گفتند که مسئله مذکور را تنها با کرامت شریپوف شرح می‌دهند. حامی حقوق مهاجران تاجیک روز 7 مارس در صحبت با همکاران ما در دوشنبه گفتند که امکانی برگردانیدن پول را ندارد و اگر برگرداند هم حکومت روسیه در عوض باید به او جبران بپردازد. برگرداندن مبلغ پگاه نگاه میزنند که خودی کرامت شریپوف فروخته شود. خودت فروش گردون با چی برگردانده شود؟ مرحمت ما برمیگردانیم. شما هم برگردانید 25 سال حیات من رو برگردانید. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در بین این طبقه در روسیه شناخته شده است و که پیوسته سیاست‌های روسیه و تاجیکستان و به خصوص کارفرمایان روس را تنقیل می‌کرد. ماه دسامبر سال 2017 دستگیر شد و دادگاه روسیه بعد این مدت کوتاهی گفت که کرامت شریپوف غیر قانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم و از قلمرو این کشور خارج کرده شود. خود کرامت شریپوف میگوید این امر دادگاه فقط یک قصاصی از او برای حمایتش از حق مهاجران تاجیک و تنقیدهای سیاسی روسیه بود. حالا در دوشنبه است و به همکاران ما گفت که با واسطه اینترنت با سازمانش جنبش مهاجران کره تاجیک همکاری دارد. بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه ما درباره تصمیم روسیه جهتی از بین بردن اجازتنامه حق موقت اقامت برای مهاجران صحبت داشتیم. همچنین شکایت کرامت شریپوف را شنیدیم که میگفت از او طلب شده است نفقه‌ای که 2 سال اخیر گرفته است برگرداند. حالا یک آگاهی پیشنهادی شما می شود. پس آن برنامه را با بحث ریاست جمهوری در افغانستان و کارانتین میلیون ها نفر در ایتالیا ادامه میدیم. امروز در هلند محکمه افراد متهم با سرنگون نمودن پرواز MH17 هواپیمای شرکت هوایی مالزیا در شرق اوکراین بدون حضور 4 متهم آغاز یافت. 3 شهروند روسیه، ایگور گیرکین، سرگئی دوبینسکی، الگ پولاتوف و یک شهروند اوکراین لئونید خارچنکو با کشتار 298 سرنشین هواپیما و اعضای اکیپاژ بوئینگ مالزی در خط سیر امستردام کوالالامپور در ماه ایول سال 2014 متهم میشوند. هواپیما با موشک 3 سال روسیه در منطقه زیر نظارت جدای خواهان رو به مسکو سرنگون شده بود. همه متهم‌ها در نیروهای جدای خواهان شرق اوکراین وظیفه مهم نظامی و اکتشافی را اجرا می‌کردند. شهادت‌های زیادی موجود است که نظامیان روسیه هم مستقیما در حمله نقش داشتند، ولی کرمل تقدیم کمک به جدای خواهان را رد می‌کند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. طالبان میگویند به احتمال زیاد مذاکرات با حکومت افغانستان که میبایست هفته روان آغاز گردد از سبب نافهمی در کابل به تأخیر گذاشته می شود. امروز در کابل در دو مراسم جداگانه سوگند یادکنی رئیس جمهوری اشرف غنی و عبدالله دایر گردید. این وضع پیچیده بیشتر از همه خانواده های افغان خسته از جنگ بسیار ساله را نگران کرده است. اسکندر خوجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد. عائله های افغان که بر اثر جنگ از هم جدا می باشند در آرزوی صلح در سراسر افغانستان هستند. محمد گل افسری پلیس است ولی دو برادرش به طالبان جنگجوی پیوستند. آنها چند دفعه در سنگرهای مخالف سوی هم تیر خالی کردند. چون این حادثه کمش 2 بار در همین منطقه روی داد. آنها در یک طرف بودند، ما در جانب مقابل آنها. ما با هم مبارزه می بردیم. بعضی جایها را آنها اشغال کردند، بعضی جایها را ما. گل در دوام تخمیناً 5 سال گذشته از عائله و دوستانش خبری ندارد، ولی اخیراً کسی برایش گفت که یکی از برادرانش به قتل رسیده است. او شاید 15-20 روز پیش کشته شد. معلم 1 هفته پس از مرگ برادرم به من این اطلاع را رساند. شما مرگ برادرتان را در نظر دارید؟ بله، او در جریان حمله هوایی کشته شده است. صدیق الله نیز با دوستان سابقش جنگ کرده است. او هم سالها باز اعضای عائله‌اش را ندیده است. آرزوی من این است که هر دو طرف به هم آیند. ما همه افغان هستیم. بیاید خونریزی را بس کنیم. خون با خونی بیشتر شسته نمی شود. بیاید سر میز نشسته همدیگر را ببخشیم و به آغوش گیریم. چند پیش مادران جنگاوران هر دو طرف در ترینکات راهپیمایی صلح برپا کردند. 29 فوریه در دوحه قطر ایالات متحده آمریکا با طالبان سازش امضا کرد. هدف از آن ختم جنگ و آغاز مذاکرات طالبان با حکومت افغانستان است. 2 فرزند سرفراز هم در سنگرهای مقابل قرار گرفتند. 4-5 سال میشه بچه‌مان طالب است. ما بالاخره ایامی جنگ خونریزی و ایامی چیا خسته شده هستیم. ما میخوایم که اگر امی دولت امروی طالبان امروی دولت یک تفاهم به میان بیارن، ما خواهان صلح آشتی هستیم. دیگه خواهان جنگ نیستیم. ما جنگ خسته شده هستیم. کلین سرفراز صابره هم جانبدار سخنان پدر شوهرش می باشد. شوهری ما چند 1-7 سال تقریبا میشد که میشه که در اردو بوده. زندگی من یک کمی خوب بود. حالی ایدسی همی جنگ همی به اتفاقی شده که ما جدا سیم هم دیگر دور سیم و یک ایورم در طالب صد او بالا و آمدن نمیتونم ما اوجا رفتن نمیتونیم. او زنی ایورم ایمد دور سد کلگیش هم پریشان سیم. ما خشستیم که سل شوه همی جنگ سا خسته شدیم. کرونا ویروس در سراسر جهان تاکنون بیش از 3,500 نفر را کشته و هزارها کسی دیگر را گرفتار کرده است. فعلا از روی فوت از کرونا ویروس در جهان ایتالیا جای اول را اشغال میکند. طبق آمارها هر 20مین گرفتار ویروس در این کشور هلاک شده است. طاهر سفر گزارش میدهد. ایتالیا دروازه‌های شمالیش را می‌بندد. مقامات برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس در یکی از منطقه‌های سرحالی و ثروتمندترین کشور کرانتین اعلام کردند. از 8 مارس تا 3 اپریل را به لامباردیا و پایتخت مالی کشور میلان بسته شد. این محدودیت 11 منطقه دیگر ایتالیا را نیز فرا می‌گیرد. در این شهرها کار آثارخانه‌ها، مکتب‌ها، مرکزهای ورزشی و فرهنگی، مؤسسه‌های اجتماعی متوقف شدند. همه چهاربینی‌های عمومی را لغو کردند. مقامات خواستند که حرکت در داخل این منطقه‌ها محدود کرده شود. کرانتین 16 میلیون نفر را فرا می‌گیرد که تقریباً 4/1 اهالی ایتالیا را تشکیل می‌دهند. حکومت این تدابیر را بعد از آن روی دست گرفت که در یک شبانه روز شماره گرفتاران به کرونا ویروس از 1200 نفر تا به 5883 نفر افزایش یافت. طبق معلومات رسمی صبح روز دوشنبه تعداد مبتلایان به ویروس نو در ایتالیا 7335 کس را تشکیل داد. روز یکشنبه از این ویروس 133 نفر وفات کردند و با همین شماره عمومی هلاک شده ها در ایتالیا به 366 نفر رسید.
این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تو این دقیقه ها با ما بودید. تا صحبت بعدی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما از آن. صبح فردا من شما را در نوید بامدادی منتظرم. یادتان نرود تا فردا. خدا نگهدار. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.